جمله علامات قیامت جنگ با ترک هاست. رسول صلی الله علیه و سلم از این خبر داره. ببینید که چقدر همین جنگ ترکا به ایمانه که وقتی ما ترک میگیم ترکان داخل میشه و مردم چنگیزیا و تتاری مردمان داخل. ترک به ایمانه که مردم آذر، مردم ازبک، مردم ترکمنستان که ما شما میگیم کاشغر که در قسمت چین قرار داره که اینا تماما در ضمن ترک نشین هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داره که یکی از علامات قیامت جنگ با ترکا است. وقتی شما با ترکا میجنگید ببینید اساسا چه وصف دقیق میکنن. قیامت میگه برپا نمیشه تا که شما با چی نجنگین، با ترکا نجنگین. چهرهایشان میگه چی رنگ است؟ میگه مثل سپرواره و کسایی هستند میگه مومی پشنات. در حدیث آمده که بینیهایشان بینیهای بلند نیست. بینیهای چی است؟ بینی بلند ندارن. رسول صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که پسان جنگ شروع شد، وقتی که چنگیزی آمدن از منطقه حمله کردن در بغداد، علما میگن که رسول صلی الله علیه و سلم از این خبر داره. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در جنگ عراق وقتی که چنگیزی داخل شدن فعلا با جنگ فیجام تطبیق میشه، بنو قنطوره که مقصدش همین ترکا باشن، تتاریا. رسول صلی الله علیه و سلم میگه در منطقه عراق یک منطقه به نام بصره، میگه در اینجا اینا نازل میشن. و من حیث معلومات براتون میگم بصره در زمان عمر الخطاب تأسیس شده، شهر بصره. این در اون وقت بصره هیچ چیز نبود، نه بصره نبود در اون وقت. رسول صلی الله علیه و سلم خبر دارد یک منطقه به نام بصره یاد میشه، در یک نهر است به نام فرات یاد میشه. در اون نهر در اون دریا که مردم میان برو قنطورا که مردم اطراف ترکا باشن به این سراجر میشن، مردم به سه دسته تقسیم میشن. یک دسته است اینا از این مردم امان میخواین، کفرو میگن اینا کافر شدن. دسته دوم کسایی هستن که اینا به تجارت خود میگردن، هلاک و هلاک شدن. دسته سوم کسایی هستن که با اینا میجنگن و اولاد و زنای خود در پشت قرار میدن. اینا میگن نجو، اینا میگن نجات پیدا کردن. توی مشابه در عراق قرار مشاهده میکنن در افغانستان. این مسلمانان رو به سه دسته تقسیم میکنن وقتی که اشغالگر میاد. یک دسته به یک کس کفار امان میخوان، اینا با کفار یک جا میشن. رسول اصلا میگه کفرو، این نص حدیث ابو داود است، کافر شدن. دوم معنی از کسایی که تجارت اشتغال پیدا میکنن، کافر نمیشن، هلاک و هلاک شدن اینا. سوم کسایی هستن که میجنگن. بدرت به چی میگن؟ موجه رسول صلی الله علیه و سلم درباره ترکا میکنه. یک حدیثی هست درباره ترکا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که شما تا وقتی که ترکا با شما نمیجنگن با اونا نجنگین. و صحابه همیشه به چی میکردن؟ به می اکتفا میکردن. حتی وقتی که نزد معاویه گفت حوال آوردن، معاویه وقتی که امیر المؤمنین بود رضی الله عنه، برش حوال آوردن کسی که ما با ترکا در منطقه جنگیدیم، اینقدر غنیمت گرفتیم، اینقدر کنیزا گرفتیم. برای معاویه وقتی که حوال آوردن رضی الله عنه گفتن که سرلشکر میگه که ما در این منطقه جنگیدیم و آنقدر غنیمت گرفتیم، اینقدر کنیز گرفتیم. معاویه اکبر قهر شد. گفت اگر گرفتیم خوب کردن، خب بار دومی کارا نکنیم. گفت من به غنایم شما ضرر دارم نه به کنیزاتم. چرا؟ که رسول صلی الله علیه و سلم ما امر کرده که ترکا را چی کنیم؟ تا وقتی با شما نجنگین، به خاطر که معاویه گفت که برای ما ترکا کس رسول الله صلی الله علیه و سلم کی مردم کس 3 بار سر کشورهای اسلامی حمله میکنن. 3 بار. از این خاطر ما به می هستیم که وصیت رسول صلی الله علیه و سلم باید با خود داشته باشه. طبیعت باز جنگای پسان در این مناطق رخ میده بین چی؟ بین تتار و بین مسلمانان. قتال العجم، جنگ با عجم ها، یعنی غیر عرب ها. رسول صلی الله علیه و سلم خبر داره. رسول صلی الله علیه و سلم حدیثی میگه که شما با فارسی ها میجنگین و مردم کسرا. 2-3 واقعه رخ میده. دیگر کسرا از بین میره. و وقت می بود بعد از جنگ، بعد از معرکت الجسر، جنگ جسر برام جنگ پل معروف است. و جنگ قادسیه که شد فارسی ها از بین رفتن. دوم با رسول صلی الله علیه و سلم مشرکین، سوم با رومی ها میگه که شما با رومی ها تا روز قیامت میجنگین. این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم. که جنگ شما با رومی ها تا روز قیامت است. ما ببینید تمام تاریخ جنگ مسلمانان رو شما ببینید اکثر با رومی ها بوده. که امروز ما با رومی ها جنگ، رومی ها بیمانه کسایی که در غرب در اروپا زندگی میکنن. امروز هم ما جنگ داریم. فردا هم جنگ ما با اینا در زمان مهدی و در زمان دجال هم جنگ ما با اینا است. یعنی بیمه تا روز قیامت رسول صلی الله علیه و سلم جنگ شما با رومی ها چیست؟ ادامه داره. ما شما تاریخ با دقت مشاهده کنیم اکثر جنگا با رومی ها بوده که بزرگترین جنگای صلیبی است که در 3 حمله اول در وقت صلاح الدین ایوبی کردن و جنگ صلیبی که ما شما فعلا چی هستن فعلا مشاهده میکنیم و یک ملاحم جنگ‌های بزرگ که در آینده رخ میده و رسول صلی الله علیه و سلم از این مراقبت و بسیار شکل مفصل صحبت کردن. از جمله علامات روز قیامت که از برادران بلند شدن امانت از قلب‌های مردم بیرون میشن. رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. انگامی که امانت میگه بین رفت و خلاص شد، امانت گم شد، منتظر قیامت میگه باش. رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن که چه قسم امانت گم میشه و از بین میره؟ گفت وقتی که کار به اهلش برده نشه. اداره بی میکنه که
امانت به اهل سپردن نمیشه، وقتی که امانت به اهل سپرده است جنبه امانت خیانت صورت میگیره. در حدیث از رسول صلی الله علیه و سلم آمده که وقتی که امانت نازل شده بود، از این خاطر بعض علما بایستن که امانت صفت اکتسابی نیست که مردم میره اکتسابی از بیرون میگیره. کسایی که تجربه کرده باشن باید تجربه حدیث رسول صلی الله علیه و سلم. امانت انسان امین، انسانی که خائن بود بسیار مشکل است که با امانت خیانت میکنه، کفیر امین جور کنه. الا که الله عزوجل بخواد یک چیز دیگه است. این صفت اکتسابی نیست که از مردم کسب کنه. در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میگه که امانت در ریشه های قلب ها میگه نازل شده بود. قرآن کریم آموختن میگه، سنت آموختن و فهمیدن. وقت میگه میای که انسان خواب میکنه وقتی میخواد که اثر از امانت درون نیست. انسان امین از امین یک بار از خواب بر میخواد که اثر از امانت هم پیش نیست. حتی رسول هم میگه وقت آمدنی است که مردم به قریه اشاره میکنن، میگه در اینجا یک نفر امین است امانتکار. این به این معنی که مردم کلی خائن است، مردم کلی خائن است. اما میگه در اینجا یک نفر امانتکار در این منطقه است. حتی مردم به افتخار یاد میکنن. و متاسفانه امروز ما شما تقریبا مواجه هستیم. ما شما در کسر مشاهده کنید بسیار انسان امانتکار باشه در تعامل خود، در داد و ستود خود انسان امانت. خود کسایی که با تجارت دیگه پای اشتغال دارن، اگر کدام نفر را پیدا کردن که امین است، برای این چیزی بسیار جالب و حیران کن از جایش گفته است که تو یک نفر قسم امانتکار آمدن. دوستی ما شما مشاهده میکنم، بود تجربه مشاهده میشه. و حدیث رسول صلی الله علیه و سلم طبیعی است وقتی که ما این در احتمال در بعض مردم امانت زیاد باشه. ایران براتون میگم وقتی به رسول الله از بعضی صحبت میکنه مثلا زنا زیاد میشه، زلزله زیاد میشه، دلالت نمیکنه که کل امت در بر میگیره. این در بعض مناطق زیاد میباشه، در بعض مناطق کم میباشه. ببینید مثلا بگوییم که کل مردم خائن است، احتمال در بعض مناطق امانتکارا زیاد باشه، در بعض مناطق امانتکارا کم است. در حدیث دیگه از رسول صلی الله علیه و سلم آمده که جمله علامات روز قیامت که من اشراط الساعه، علامات روز قیامت که امام بخاری و مسلم روایت میکنه، علم شریعت باشه. این میگه رفع میشه، بالا برده میشه و جهل کس مثل میخور کوبیده میشه بر روی زمین. این مردم یعنی میمونه که مردم اکثر به جهل روی میآورن. و ما روز مثلا مجموعه مشاهده میکنیم با چشم سر خود که حلقات علم ما شما بسیار کم مشاهده میکنیم. اکثر مردم متقابلی به جهل آوردن. حتی یکی از جمله مکفرات علما ذکر میکنن نمی است که مردم از علم شریعت ایراد و سرپیچی میکنن، در حالی که سابق بودن در قرن اول 2 3 و 4 و 5 6 حتی 100 سال پیش به این شکل نبود. امروز ما شما مشاهده میکنیم که مثلا حلقات علمی که مثلا درباره قرآن حدیث میباشه، خیلی مردم نسبت به نفوذ کشور مردم بسیار اندک اشتراک میکنن در اونجا. دلالت به چی میکنه؟ به این میکنه که حتی رسول صلی الله علیه و سلم میگه که یکی از علما به هستن وقتی که علم بلند برده میشه، معنیش چی است؟ به این است که علمای ربانی به این معنی کسایی که به علم خود عمل میکنن، الله عزوجل اینا را قبض روح میکنه، روحشون رو میگیرن. مردم جاهل باقی میمانند، در مسند علم تکیه میزنن. اینا که در مسند علم تکیه زدن فتوا میدن، فتواشون چون بنا به جهل است، خودم گمراه میکنن، مردم هم گمراه میکنن. میبینیم مثلا در جهان اسلام مشاهده میکنن، در جهان اسلام مثلا تقریبا چند سال پیش مشاهده بودم، تقریبا 7 عالم را که در جهان اسلام خیلی مردم معروف بودن، 9 نفر عالم در یک سال وفات میکنن. یعنی به اون محدث بود، در اون مفسر بود، دری بود، در یک سال مطلقاً وفات میکنن. تابع جانشینش بر ما معلوم نیست کی است. و مثلا شما مشاهده میکنید با بحرانی که مواجه هستیم، بحران جهال است. به نام علما بروز اندام خود در مناسب رسمی و مردم فتوا میدن، خودم گمراه میکنن، مردم هم گمراه میسازن. در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میگه که یتقارب الزمان، زمان دیگه نزدیک میشه. دیگه برای ان شاء الله شرح میکنیم. و یقبض العلم، و علم چی میشه؟ گرفته میشه و فتنه ها پدیدار میشه. در حدیث دیگه از رسول صلی الله علیه و سلم است که رسول صلی الله علیه و سلم میگه در آخر زمان که میباشه کثرت الشرك و عوان الظلمه، مردم استمرار ظالم نیست، پیروانشان زیاد میشه و پلیس مثال زیاد میشه، پلیسا. کثرت الشرك حدیث رسول صلی الله علیه و سلم داخل ما مشاهده میکنه، خیلی زیاد میشن، مردم ظالم پیروان زیاد میشه. این دلالت به این میکنه که حتی در حدیث تربانی روایت میکنه که سیکون فی آخر الزمان، در آخر زمان شرطتون میگه پلیس های میباشه که یخدون فی غضب الله و یرهون فی سخط الله. وقتی که بیرون هم میشن در خشم و غضب خداوند الله جل بیرون میشن، وقتی دوباره پس به خانه خود میرن، به خانه خود نه، پس دوباره به متانای خود میرن، باز این غضب و الله عزوجل میباشن. فایاک ان تكون من بتانتهم، بر امت خود نه که میگه بر شما، میگه بر حذر باش که از این مردم میگه باش از پیروان از باشی. در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی که حاکم ظالم میباشه کافر نه، مثل قال ما کافر است. وقتی که حاکم ظالم میباشه نصر رسول الله صلی الله علیه و سلم که دو پیش حاکم ظالمه که پلیس نشی، مطلقاً لفظ است. شرطی باید نباشه پلیس، یک خزانه‌دار باید نباشه،
مثل که ما شما برای وزارت مالیه برش میگین وزیر مثلا کسایی که ناظم نباشی لفظ عریف به این معنی که کلانتر در یک منطقه ناظم، یعنی بین حکومت بین مردم این همزه وصل میباشه، نقطه وصل میباشه. برید نباشی، ایمان از سفیر نباشی. کسایی که جمعآوری مالیات هم میکنه مردم نباشی. رسول الله صد داری 5 وظیفه که است پیش حاکم ظالم حتما تو ظلم واقع میشی. اگر پلیس بودی حاکم ظالم بود باید سر مردم ظلم کنی. در جمعآوری مالیات حتما حاکم ظالم است، از مردم به شکل اشکال مختلف تکس میگیره تو این شکل گرفتی با ظلم واقع میشی. سفیر ظالم مثلا میشه، این شکل وزیرش، این شکل کلانتر به این معنی که بین مردم و بین حکومت تو نقطه اتصال میباشی. رسول الله مطلقا نص حدیث از ایمان کرده. چی باشه که حاکم یک بار کافر شد مطلقا قرآن و سنت یاد شده. این مطلقا جواز داره که با اجماع جای باشه. حتی علمای قدیم از این مطلقا منع میکردن که در پیش خلفای اسلام حاکم میساختن. من شما یک مواقع بسیار مختصر براتون شرح میکنم. فضیل ابن عیاض فکر میکنم فضیل کسی است. هارون رشید میخواد با این ملاقات. هارون رشید خلیفه مسلمان است. هارون رشید کسی است که سنه ابر اشاره میکنه در روایت آمده. سنه ابر اشاره که ابر پیر میشد. سنه ابر میشه که اشاره که گفای ابر. گفت هر جایی که بباری، اگه اینجا نباری در بغداد، خب هر جایی که بباری، گفتمو خراج یا به من عشر و زکات زمین کسی برای من میرسن. یعنی به این در کجا خود باریدی؟ در خراسان، در اسپانیا، در پرتغال، در کجا خود باریدی؟ دیگه جای خواهد نمیتونیم این مناطق. یعنی به این معنی که نیم دنیا حاکمش ما هستیم. هارون رشید رحمه الله. هارون رشید کسی بود که در تاریخ کوشش کردن که بسیار این مجروح بسازن خودن مستشرقین. حتی در کتابای فارسی ما شما میخواین در مقاطع در پشتو که هارون رشید نمیدونه میقدر فاسق بوده، نمیدونه شراب می‌نوشید که تماما دروغ است به خاطر مستشرقین که خلیفه مسلمان چه قسم بدنام بسازن. چرا هارون رشید کسی بود که 1 سال جهاد نکرد، 1 سال حج. این وظیفه هارون رشید بود رحمه الله. هارون رشید میخواست با فضیل ابن عیاض ملاقات کنه. فضیل ابن عیاض کیه؟ خلیفه مسلمان است، یک انسان زاهد و عابد در یک جای زندگی میکنه در مکه. وقتی که برای شوار بودن که تو با این ملاقات هارون رشید با تو ملاقات کنه، بیا. گفت نه. گفت بیا از کجا؟ گفت هارون رشید رو فهمیده که ما پیش پادشاه بریم، پادشاه باید پیش مگه. این بود من با پادشاه سربت ندارم، باید پیش مگه. هارون رشید میگه در وقت موسم حج کسی پرسان که گفت دلیل امیر فضیل ابن عیاض نشسته است، میخوای با او ببینی؟ یک بیا فضیل ابن عیاض کسی دیگه از جمله مردمای زاهد و عابد بود. گفت در فلان خیمه است. وقتی که رشید میخواست نزدیک شوند عساکر خود رایی کرد. گفت برای بگوین که هارون رشید امیر المؤمنین آمده. پرسان کردن که امیر المؤمنین کی است؟ هارون رشید خوب هارون آمده. بگو داخل شون. در خیمه میخواست داخل ببینن سابق علما چه قسم با خلفاء حالا من اولی که پادشاه اداره ما بگه بیا بخیارش میره کارم پوشده آنی همتون میدوه. در وقت به این شکل نبود. وقتی که داخل میشه گفت 1 دقیقه صبر کن. چراغ گل کنن، چراغ گل کردن. وقتی که داخل شد هارون رشید دست و سر دست هارون رشید ما گفت بسیار دست زیبا و نرم است. گفت پیر از جهنم نگاه کنید. گفت دست بسیار زیبا است، نرم است. گفت از جهنم نگاه کنید. هارون رشید میگیره کرد. ببینید هارون رشید گیره کرد به اینجا که یک نفر در امت رسول کسی پیدا میشه که برای دیر نصیحت میکنه. هارون رشید برش گفت که حیران من برش چی بگم؟ برش گفت که گفت آیا با پول گفت ضرورت داری؟ چقدر قرضدار است گفت پول ده بدم. خندید گفت نه. گفت ما با دنیا بریدیم. ما با دنیا بریدیم با این چیز. خوی نصیحت شما ببین که هارون رشید میکنه. گفت دستت بسیار نرم و زیباست، پیر از جهنم گفت نگاه کن. یعنی به این معنی که همیشه باید برخوردار باید باشی که با جهنم داخل نشی. ما متاسفانه امروز وقتی که نمیگم کل علمای سو که با حکام مسلمانا به حکام منافق کافر جمع میشن برش میگن که سو کرده انسان خوب دیگه پیدا نمیشه. تو انسان جنتی هستی پدرتی کارا بود پدرکناتی کارا بود. حتی اون دیگه تشویق به این میکنن که به جرم و با فسادشون، در حالی که سابق مردم به این شکل نبودن. مردم با این شکل با خلفا ملاقات میکرد. نعیم ابن الدکین آل آمد این مسئله خیره دیگه دست طولانی هم شد. نعیم ابن الدکین شیخ بخاری است. یکی از شیخای بخاری است. در قضیه پیش مامون میبرن. پیش مامون یا معتصم خلیفه مسلمان است. معتصم در قضیه برش میگه شمشیر خود بیرون کشیده. همین شکل برش میگه یا نعیم. برش میگه که یا به این قضیه میگه اقرار کو که قرآن مخلوق است. قضیه بود در بین مسلمانان. یا یکی میگه خیره که ما از قصر برات میتونم را قطع میکنم. میگه نعیم ابن الدکین شیخ بخاری است. میگه مامون میگه یا امیر المؤمنین، میگه تکمه مرا میبینی؟
سر تکمیش می سعی میکنه. تکمی بسیار فرسوده و کهنه است. میگه قسم به الله عز و جل است کل خلافتت نیست، ولی اما برابر تکمی خودم میگه نمیدانم. میخوایی که میگه من با باطل نمیکنم، با باطل اعتراف در اموج سرش میزنم، سرش اموج میزنم در پیش کل مردم میزنم سرشون. یعنی به این معنی که با باطل اعتراف نکردن، به حق همیشه بودن. و این بود خلفاء از علما میترسیدن. اگر خبر میتن که مثلا در فلان منطقه ابو حنیفه از امام احمد از مالک از شافعی است، خوف میکردن. حتی به این طرح حالت زن هارون رشید زبیده یک وقت دید که وقت عبدالله ابن مبارک در بغداد داخل میشه، کل مردم به این هجوم میبرن، هر کس میخواد با این سلام علیکی کنه، از خراسان میاد. زنش میگه کی است؟ زنای دو پیش میگه یکی است امام خراسان است، میگه عبدالله ابن مبارک محدث مفسر. میگه هارون رشید هم خوش است که من خلیفه هستم. و میگه خوش است که من خلیفه هستم. میگه من خلیفه. این خو میگه با شمشیر مردم جمع کرده. میگه ببینی که بدون شمشیر میاد کل مردم بالا جمع میشه. از جمله علامات روز قیامت که زنا انتشار پیدا میکنه بین مردم. رسول صلی الله علیه و سلم میگه در حدیثی که بخاری و مسلم روایت میکنه که از اشراط روز قیامت که از نشانه روز قیامت یکی است که زنا میگه ظهور پیدا میکنه. در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه و سلم میگه در امت میگه کسایی میباشن اینا میگه پوشیدن لباس ابریشم که مردای کارا میکنن، پوشیدن لباس ابریشم و زنا را میگه حلال قرار میکنن. حلال یعنی لباس ابریشم میگن حلال. تی علماء دو قول است. بعضی کسان میگن که مطلقا زنا را حلال میپندارن که این کافر میشن. بعضی میگن که آنقدر اینا مردم زناکار هستن، فسادکار هستن که مثل که کسی کار مبارک میکنه و مثل اکثر حد میرسن. تو این مجموعه فرند در کشورهای اسلامی مشاهده میکنه. در بعضی کشورهای اسلامی زناخانه‌های کسی از طرف حکومت لیسانس دارن. لیسانس میگیرن. رسول صلی الله علیه و در حدیث میگه وقت آمدنی است که میگه حتی در پیش سرک میگه بعضی کسان میگه زنا میکنن و بهترین نفر میگه امو است کسی میگه میگه که از این سرک اندکی کاری دی بغل میکنن، دی گوشه که میکنن واسه خوب کار. یعنی به این معنی نیست که 20 فرد اینا رو مثلا بزنن. یعنی وقت آمدنی است که ما شما روزا اول مشاهده نکردیم، شاید در جای مثلا مشاهده میشه در تونس منطقه و در مدینات و با خود مردم مشاهده میکنن که الله عز و جل مردم فتنه ما شما رو نگاه کنه. این فتنه است که مردم باید چی کنن؟ یعنی به این معنی بس ولو وارایت ورای حد میگه در پشت دیوار که پت میشی برات بسیار خوب. یعنی خوبترین انسان در روح همین میباشه که برش گفت بزنه. ربا سود انتشار پیدا میکنه در بین مسلمانان. رسول صلی الله علیه و سلم میگه که نشانه روز قیامت که سودخونی بین مردم زیاد میشه. در حدیث ابو هریره در بخاری روایت میکنه که در زمان میگه بالای مردم میآید. لا یبالی المرء میگه به انسان پروا نداره بما اخذ المال امن حلال ام من حرام، که به انسان میگه پروا نمیکنه، التفات نمیکنه که از حلال مال میگه از حرام مال میگه. ولی مشابه مشاهده میکنه. یعنی بعضی کسایی هستن که مطلقاً به پروا ندارن که مال حلال است یا حرام است. سود انتشار پیدا میکنه. یکی خصوص است که مثلا ما یک سود بانک‌ها در پاکستان اینجا حتی در کشورهایی که دعوای توحید میکنن مثل سعودی اینجا با این مثلا مکه است که بعد درو بیرون شوین چند متریس بانک امریکایی سعودی ببینم بانک هلندی سعودی بانکایی که با سود تعامل میکنن، در بین ما با سود تعامل میشه. به تبعیض جنگ با الله و رسول صلی الله علیه و سلم است. الله عز و جل قرآن کریم بیان میکنه کسایی که ربا خوری میکنن اینا در حقیقت کسایی هستند که الله و علیه رسول الله جنگ اعلان کردن. فاذنوا بحرب من الله و رسوله صلی الله علیه و سلم. و حتی به این شکل میشه که مطلقاً مشاهده مشاهده میکنیم که حتی امروز در بعض مسائل که مردم مال حلال میگیرن خب نمیفهمن که احتمال داره که غباری از سود او حتما باید باشه. حتی وقت آمدنی است که انسان میشه در بعضی مشاهده شده بوده نشن. ظهور المعازف و استهلال آلات موسیقی در بین مردم رواج پیدا میکنه، چیز حرام است. آلات موسیقی رسول صلی الله علیه و آله میگه در آخر زمان کس خسف میباشه، زمین چاک میشه مردم درون میشن. خسف میباشه، سنگ بالای مردم میباره. مسخ میباشه، مسخ به این معنی که روای مردم الله در مشوار نگاه کنه با شیرای حیوانات تغییر حقیقی پیدا میکنه. از رسول خدا که چی وقتی کار میشه، چی وقتی فرو رفتگی در زمین میباشه، چی وقتی مسخ میباشه، چی وقتی خسف میباشه. و وقتی که ظهرت المعازف وقتی که آلات موسیقی ظهور میکنه والقینات، قینات زنای خواننده وقتی در بین مردم بروز پیدا میکنن، در این وقت منتظر چیز باش، منتظر زلزله ها باش، منتظر فساد باش. زلزله رو ما شما مشاهده نمیکنیم. در حدیث داشته دلونه که در جایی که زنا انتشار پیدا میکنه، لواط انتشار پیدا میکنه، مفاسد اخلاقی، منتظر زلزله ها باشید. در زلزله ها در مناطق آمدن. این مطلقاً مشاهده کردیم. زلزله در کشمیر مثلا زلزله ها مشاهده کردیم. یکی از علامات روز قیامت در پالیزی آلات موسیقی
باشکال مختلف در بین مردم چه قسم سرایت کردن در پالیزی. حتی متاسفانه از مسائل بسیار خطرناک همی است که با آلات موسیقی نام الله و رسول بیان میکنن که بسیار گناه بسا بزرگ عظیم است. وی به نام چی؟ به نام اسلامی کار میکنه، به نام قوالی خوانی. ما شما شنیدید مردم فاسق فاجر که خود دروغ خود از میگن که ما پیرو فلان هستیم، پیرو فلان هستیم. دروغ است مطلقا. پیرو شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله از جمله علمای قرن شش، علمای حنابلة، عالم با عمل، عالم مبارک، کسی که امر معروف نهی از منکر بود در بغداد. شما کتبش بخوانید. آیا شیخ عبدالقادر به شکل بود مثل فلان و فلان ولی که دستی موسیقی رو جمع کرد برای مردم میخوان؟ اینا کسایی هستند که اینا سلف سوء هستند، اینا سلف راستین نیستن، اینا سلف سوء هستند. مردمایی هستند که میخوان چه قسم اسلام نامبد کنن، مردمایی که در خودشان خواهشات فساد وجود داره. این میشه برادرها برحذر باشین. یهود میشه این کارا میکرد. یهودی ها با خاطر که فساد خود چه قسم خوب جلوه بدن، در تورات نوشته است که نوح علیه السلام، نعوذ بالله من ذلک، این نفس تورات است که نوح علیه السلام شراب نوشیده. که اون از تورات نیست، خودشان ساختن آوردن که مثلا یکی از انبیا با دو دختر خود زنا کرد. این تورات میگه. چرا این داخل کردن به تورات؟ به این خاطر که فساد خود بر مردم خوب جلوه بدن. وقتی که انبیا این کارا کردن ما می کارا میکنیم. یعنی به این معنی از این خاطر یهودا این مشکل همیشه داشتن که فساد خود همیشه به انبیا نسبت میدادن. امروز متاسفانه ما افراد را در امت سراغ داریم که فساد خود به کی نسبت میدن؟ به رسول الله صلی الله علیه و با فلان. چرا؟ به خاطر که سایه خود مبرا جور کردن. ما متأکد از این مرض که این مرض باشه و در اون مردم هم این مرض بود. در حالی که شما مشاهده میکنید که این مردمی که امروز با این فساد آغشته هستند، شما اخلاقشان رو ببینید، وچین اخلاق ندارن، در خانه‌شون اخلاق ندارن. از این همه شما مشاهده میکنیم که نه تنها با مثلا که موسیقی خودش چیز حرام است، اما ما مشاهده میکنیم که بعضی علما یا به جهل یا به تجاهل، نمیدونن مثلا جهل عرفانه یا جاهلانه کوشش میکنن که چیزا رو برای مردم حلال جلوه بدن که حلال، در حالی که نص رسول صلی الله علیه و سلم است. در این حدیث ما شما میخوانیم، در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که بخاری روایت میکنه که از امت مکسای میباشه پوشیدن ریشم، زنا، نوشیدن شراب و آلات موسیقی رو میگه حلال میکنن. بعد رسول صلی الله علیه و چی میگه؟ میگه تو وقت مدنی است که در یک دامنه کو مردم نشستن که با اینمی فسادها چی هستن مبتلا هستن. یک چوپان تیر میشه از پیششان، به اینا میگه برای ما صدقه بده، برای ما خیر بده. میگه فردا بیا. وقتی که می چوپان میگه فردا میاد، این مردم کلی به خوب خراب به شادی تبدیل شدن. این از این ما خوف وارد بسم الله عز و جل. امروز ما رو مشاهده متاسفانه موسیقی تو باشه از حتی مسائل از این در امان نمانده. موبایل نیست در این موسیقی. و این سر جای جالب است، در شاید در موبایل بعضی مثلا چیزایی باشه که مطلق مشابه موسیقی نباشه، اما سفیر مشاهده کردیم مثلا خوب مثلا آدم متشابه معلومه در چی ببینید در موبایلش هم یک چیز موسیقی رو مثلا مانده. باید ما بسیار متخوف داشته باشیم، خصوصا در مساجد و بیرون از مساجد هم طبیعی است. این مسجد جای چی است که به اینجا باید نباید کار صورت بگیره. نوشیدن شراب در نزدیکی روز قیامت به کثرت پیدا میشه در نزد مردم شراب می نوشن و حتی نامش تغییر میدن. در نام دیگه مسلمان است. رسول صلی الله علیه و سلم میگه طایفه از امت میگن چی میکنن؟ شراب و دیگه نام میگه حلال میکنن. حالا مثلا ما شما میبینید که مشروبات روحی به نام مشروبات روحی یا مثلا بعضی کسا به جواب فلان اطلاق میکنه صورت خود شراب مثلا بیری که در بین مردم به نام بیر میگن که درو ولو که 1% اندک هم درو چی باشه؟ مواد الکلی باشه. دیگه اسم الکلی با الکلی دوا فرق داره، که قضیه دیگه است. مواد الکلی که در چای مشروبات می باشه مثل بیر جزا می باشه، مواد نشاور است و رسول صلی الله علیه و سلم میگه که ما اسکر کثیره فقلیله حرام. چیزی که زیادش تو را نشه کنه کمش هم حرام است، تو هم باید نخوری ولو زیاد قدر هم باشه. والله در مشمول ولی مثلا مشاهده میکنیم که در بسیار جاها که کشورهای که نظام اسلامی را میکنن برای شراب فروخته میکنن به شکل علمی فروخته میکنن، لیسانس از طرف نظام دارن برخورد. از جمله علامات روز قیامت است که مردم در زینت و در آرایش مساجد افتخار میکنن به یکی دیگه. بسیار رسول صلی الله علیه و آله کرده مسجد نباید آدم آرایش بده. این مسجد به این معنی که مسجد ما آرایش ببینه که انسان بسازه، اما نه که زینت به آرایش بده که حتی فقیرم به داخل شود بخواد که احساس آرامش کنه و والا در خانه کنم بسیار آدم ثروتمند داخل نگاه منی. مثلا مسجد داخل میشی وقتی که میخوای نماز بخونی باید به دیوار مقابل مطلقاً صفا باشه. از بعض علما نوشتار ممنوع کردن، نوشتار آیات قرآنی و نوشتار چرا وقتی نماز میخوانی حتما چشم دور جزا مفته چی برای کور زینت بیتی. رسول صلی الله علیه و سلم میگه لا تقوم الساعه، میگه قیامت برپا نمیشه
حتى يتباهى الناس مطلق مردم در مساجد افتخار میکنه که میگه ما چرا زینت داریم، میگه تو آرایش داریم. بخاری میگه که تباهان به ایمانه که میگه او را کمتر آبادش میسازن و زیادتر که میگه احتمامشان و چی است. بخاری رحمه الله میگه تفسیر بخاری رحمه الله زیادتر میگه آباد کم میکنن و زیادتر احتمامشان و چی است، نه که خدا بخرج میشن به می آرایش به زینت چی است مزید. ابن عباس میگه لتزخرفن، میگه شما حتما مقدار زینت بدین، قسم که اون نصارای کار کردن حتما این کارو کرد. عمر بن الخطاب وقتی که مسجد نبوی توسعه میداد کی امرش بود، فرمانش بود اکین الناس من المطر. برای گلکار گفت یا با کسی که با گلکار یا کسی بود که مهندس که وقتی که میخواست توسعه بده برش گفت که کاری که فقط مردم از باران نگاه شوند. ایاک ان تحمر و تصفر، میگه برتوس که چی کنی رنگ سرخ کنی و رنگ زرد، به ایمان زینت باید نتی مسجد فتفتن الناس تا مردم چی به فتنه واقع نشن. در حدیث که ابو درداء روایت میکنه حدیث حسن است. ابو درداء میگه که در وقت که شما مسجدتان آرایش دادین زینت دادین حلیتم مصاحفکم، قرآن شریف نه شما نسخه‌اش ایران زینت دادن. حالا ما شما مشاهده میکنیم این خط طلایی است، خط نقره‌ای است، بغلات شو قد دمر علیکم و ایرانی میگه بر شما با این کار شما میکنه. بخاطر کی چی نبود، سنت رسول صلی الله علیه و نبود. از جمله اشراط روز قیامت که التفاوت بنیان رسول صلی الله علیه و میگه که مردم شروع میکنن که مسابقه رو برای میاندازن در اینکه چی مثلا در بلند کردن در آباد کردن بلند منزل ها مسابقه بین مردم روان میشه. رسول صلی الله علیه و سلم میگه مردمی کارا میکنن که نه اصلا توقع نمیکنن، وی دلت بین نکنه که کار مذموم است، یعنی کار باید کار صورت میگیرن. و به هر حال در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میگه که هر چیز اجر داره، خود صرف چیزی که در خاک مانده میشه. یعنی حتی صحابه بسیار پوش میکنن که مثلا خانه‌های بسیار بلند به خود جور نکنن، مثلا از زیاد چی میکنن اجتنابی گفا میکنن. امروز ما شما مشاهده میکنیم که در مثلا در بعضی کشورها اسمان خراشات 100 منزل و 90 منزل و 80 منزل اینجا مثلا مشاهده میکنیم که از علامات چیه روز قیامت است. حدیث از رسول صلی الله علیه و سلم است که قتل در بین مردم زیاد میشه قبل از روز قیامت. فلا تقوم الساعه حتى يكثر الحرب، حرب بین مردم زیاد میشه، قتل و قتال زیاد میشه. وقتی که پرسان کردن هر چی از رسول صلی الله علیه و سلم گفت که قتل است، قتل و قتال. حتی قتل به این معنی که از ابی موسی روایت میشه که رسول صلی الله علیه و سلم گفت که در وقت نزدیکی قیامت قتل است، قتل و قتال. میگه صحابه گفتن که یا رسول الله ما هم کجا مردم میکشیم، ما در سال 70,000 مشرکین نمیکشیم. اگر تو باشین اکثر من 70,000 در یک سال ما 70,000 نفر آزاد میکنیم مشرکین وقتی که جنگ صورت میگیره. باز چی میگه که رسول الله میگه انه لیس بقتلکم مشرکین، نه میگه قتل شما مشرکین نمیکشیم، کافرین نمیکشیم، نمیگم ما. اگر بود مثلا مسلمانان در افغانستان در عراق در منطقه جهاد میده کفار میکشن، اگر میلیون ها هم تیر شد دیگه کدام حرج شرعی نیست. قتل به این معنی که یکی دیگر هم میکشیم. این بینتان زیاد میشه. حتی میگه عقل وقت نمیداشته باشن. به این معنی که حتی رسول الله حدیث میگه وقت مدینه است که قاتل نمیفهم مقتول را مکشته، مقتول نمیفهم مقتول را مکشته. قاتل نمیفهم مقتول را کشته. ما شما مشاهده مثلا میکنیم در مثلا در بسیار مناطق به خاطر یک آب نیست یک جوی آب 50-60 نفر کشته، یک میمون آمده وام کشته مثلا. قاتل پسند میکنه که میمون چرا کشتی، میگه ما خود نمیفهم. قاتل میمون لگه الله زنده کنه که چرا تو را کشت، میگه ما نمیفهم، ما خود میمون آمده بودیم این مرا کشت. یعنی به این معنی مثلا مشاهده میکنیم بسیار میگه عقل نمیداشته باشه، این راستن عقل نیست. در یک کرد میبینیم صدها نفر کشته میشه، خصوصا در مناطق ما شما افغانستان و پاکستان بعد دشمنی‌ها تا 100 سال 50 سال دوام پیدا میکنه. به خاطر کی؟ به خاطر این مال مشاهده میکنیم، به خاطر مال، به خاطر زی و صدها نفر کشته میشن. والله در موسمات فتنه نگاه کنید به خاطر چی کشته شدیم و به خاطر چی کشتیم.